بسم الله الرحمن الرحیم. نامه ای به خدا. در حالات داستان ملا نظرعلی طالقانی می باشد. میگه نامش نظرعلی از منطقه طالقان برخاسته بود، چون راه کسب و دانش و بینش را برگزیده و پله های ترقی و تکامل را با وجود همه فشارها و تنگناهای مالی و مادی طی نموده و از توکل و اعتماد ویژه‌ای به خدای خیش بهره‌ور بود. سرانجام به طور شگفت انگیزی دعایش به بارگاه خدا به هدف اجابت رسید و یک باره از کوه به کاخ و از هیچ ارزش‌های مادی به بالاترین ارزش‌های مادی دست یافت. او داستان شنیدنی و بسیار شگفت‌انگیزی دارد که بدین گونه ترسیم می‌گردد. مرحوم آیت الله حاج میرزا هادی خراسانی در شرح حال نامبرده می‌نویسد: مرحوم حاج ملا نظرعلی طالقانی در دوران طلبگی سخت دچار فقر و تنگ دستی بود. شبی از شدت تهیدستی و گرفتاری به این فکر افتاد که بالاخره چه باید کرد؟ کاد الفقر ان یکون کفرا. با این بلا چه کنیم؟ آیا به مرجع تقلید وقت رو آورم و به آیت الله حاج ملا علی کنی مراجعه کنم؟ آیا نامی به شاه بنویسم و از او مدد بجویم؟ آیا به امیر مؤمنان توسل جویم و از دشمن خانگی یعنی فقر به او شکایت برم؟ سرانجام شب را تا نزدیک سپیده دم در فکر سپری می کند و به این نتیجه می رسد: اولا باید راهی برای نجات از فقر یافت. ثانیا نباید در خانه انسانهای عادی رفت. ثالثا به امیر مؤمنان هم با همه تجلیل و احترام و اعتقاد، چون خودش دنیا را سه طلاقه نموده و به برادرش عقیل از بیت المال نداد، نیز در این مورد مراجعه نمی کنم. بنابراین تنها راه این است که نامه‌ای به خود خدا بنویسم و خواسته های خیش را کتباً از او بخواهم. به همین جهت خالصانه در اوج امید و اعتماد به خدا نامه این گونه به درگاه خدا نوشت و آن را پیش از سپیده دم لای درب مسجد شاه تهران که الان به اصطلاح مدرسه شهید مطهری معروف است نهاد و نام شب و نماز شب را خواند و از فرط خستگی به استراحت پرداخت. نامه این گونه بوده است: نامه طالقانی به خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. پس از تقدیم سپاس و درود بسیار بر پیامبر و خاندان پاک او، احتراما به عرض می رساند که این بنده به غرض و پریشانی دچار شده و در کمال سختی قرار گرفته و خواسته ها و نیازهای ضروری را از این قرار است: اول منزل شخصی و لوازم آن. دوم همسر جوان زیبایی که در تهران کم نظیر است. سوم یک نوکر و یک خدمتگزار، یک آشپز امین و کاردان. چهارم یک کالسکه خوب با راننده آن. پنجم یک ده شیشتانگ برای تأمین معاش. ششم یک باغ زیبا در شمیران برای فصل تابستان. و آخری هفتم پول کافی که علاوه بر ادای وامهایم به وسیله آن آبروی دنیوی و اخروی خیش را حفظ کنم. بعد میاد آدرسش هم میده. آدرس: مدرسه خان مروی، دست چپ، حیات خلوت، طبقه فوقانی، حجره دوم، نظرعلی طالقانی. پس از نگارش نامبرده آن را در سپیده صبح میبرد و لای درب مسجد شاه که نزدیک مدرسه مروی بوده است میگذارد و با توکل بر خدای خیش برگشته و پس از انجام وظیفه در حجره را به روی خیش میبندد و میخوابد. عجب این که همان روز شاه ناصرالدین شاه به قصد شکار از تهران خارج می شود
و به سوی شکارگاه سلطنتی می رود و در مسیر در شرق تهران به ناگاه تندبادی ورزیدن گرفت و مانع حرکت کالسکه سلطنتی می شود. به همین جهت تا آرام شدن جو و نشستن گرد و غبار کاروان سلطنتی متوقف می گردد. در همان حال به ناگاه تندباد پاکتی بر دامان شاه می افکند و او بیدرنگ آن را می گشاید و می بیند که در نامه فردی با عنوان نام و آدرس از مدرسه مروی به خانه به خدا است. شاه ناصرالدین شاه سپاس خدا را به جا می آورد و آن را به فال نیک می گیرد و دستور بازگشت کالسکه و کاروان را می دهد. پس از بازگشت به شهر بلافاصله دستور تشکیل جلسه هیئت دولت را صادر می کند و هیئت وزیران با نگرانی از لغو تفریح و شکار شاه و بازگشت او به کاخ و فراخوانی آنان به سرعت خود را به کاخ میرسانند. پس از تشکیل جلسه شاه میگوید سپاس خدا را که به شکارجو نرسیده و به صید خود دست یافتم و به بهتر از مقصود و منظورم رسیدم. آنگاه نامه را میگشاید و جریان وزیدن باد و افکنده شدن نامه به دامان خویش را توضیح میدهد و میافزاید نمیدانم با چه بیان زبانی باید سپاس خدا را گفت که بنده شرمنده خویش ناصر را لایق شایسته انجام این وظیفه و رفع حوایج یکی از بندگانش دید. سپس یکی از نزدیکان خویش را با کالسکه سلطنتی به آدرس نامه گسیل می‌دارد و او وارد مدرسه مروی شده و آقای حاج ملا نظر علی طالقانی این طلبه توی دست را می‌خواهد و از سوی طلاب مدرسه شگفت زده می‌شوند و از سوی دیگر خود نویسنده نامه غرق در وحشت می‌گردد که او را چه به شاه، کالسکه سلطنتی، مأمور ویژه به هر حال به حضور شرفیاب شده و با احترام از او استقبال می شود. ناصرالدین شاه از او می پرسد نام شما چیست؟ او می گوید نظر علی. پرسید از کجا هستی؟ گفت طالقان. می پرسد آیا شما نامه‌ای به جای کسی نوشتید؟ کمی فکر می کند نظر علی. می گوید آری. می پرسد به کی؟ جواب داد قربان شب گذشته نامه‌ای به خدای بنده نواز نوشتم. شاه میپرسد نامه را چه کردی؟ جواب داد پیش از سپید دم لای درب مسجد شاه نهادم. شاه نامه را نشان میدهد و میگوید این است؟ نظر علی طالقانی میگوید آری. شاه بار دیگر سپاس خدا را به جا آورده و میگوید من خود میتوانم همه خواسته های تو را به جا آورم، اما دوست دارم ارکان دولت در این کار خیر خداپسندانه شریک باشند و آنگاه خواسته های او را از خدا یکی پس از دیگری میخواند. اول، منزل مجلل شخصی. شاه دستور میدهد ناصرالدین شاه دستور میدهد یکی از خانه های سلطنتی را با کلیه لوازم به نام او ثبت و در اختیار او قرار دهند. دوم، همسر جوان زیبا. یکی از وزیران میگوید شاهنشاه با کسب اجازه از شما این جانب دختری با این صفات دارم که به عقد ایشان درآورم. سوم، یک نوکر و یک کلفت و یک آشپز. یکی از وزیران عرض میکنند شاهنشاه اینها هم با من. چهارم، یک کالسکه. وزیر دیگر آن را تقدیم می‌دارد. 5، یک ده شیشتانگ. نخست وزیر با اجازه اعلی حضرت روستایی را در اختیار شهریار تقدیم شیخ می‌کنند. 6، باغ زیبا ییلاقی. وزیر دیگری باغی در شمیران تقدیم می‌دارد. 7، یک قلم پول نقد که آن را هم شاه می‌دهد. و سرانجام شیخ طالقانی تا ساعتی قبل هیچ نداشت و از همه ارزش‌های مادی بهره‌ور و بهره‌مند و از آنجا مستقیم به کاخ سلطنتی می‌رود و صاحب همسر جوان زیبا و دیگر خواسته ها می‌گردد و آنگاه با احترام بسیار آیت الله حاج شیخ نظر علی طالقانی می‌شود. راستی که سعدی چقدر زیبا سروده است. دست حاجت چون بری نزد خداوند بر که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود.
کرمش نامتناهی نعمتی بی پایان، هیچ خواننده از این در نرود بی مقصود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.